و دوم به همین مانند یک نفری دیگر نیز در استریمیار نوشته کردند که نیتی حج داریم، از بانک قرض داریم، پرسنت میدهیم، آیا خلال میرساند به حج؟ گفتند حتما خلال میرسوند. انما یتقبل الله من المتقین. الله تعالی از پرهیزگارا قبول میکند. کسی که با بانک و ریبا خور، ریبا ده است، وای دشمنی الله است، با الله تعالی مبارزه برده ایستاده است. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر شما از ریباخوری و ریبادهی باز نایستید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، با الله و رسولش جنگ اعلان کنید. یعنی خویش و تبار، یار و دوست، کسانی که شما را دستگیری میکنند، اونها اعلان کنید که ببینید برادر ما همراه الله جنگ کرده ایستیم، یاری دهید. اعلان کنید اون جنگ، تیاریتون بینید و عذاب الله تعالی. کسی با الله تعالی جنگ کند، وای قسم به نام الله مغلوب است. اگر تمام دنیا با تمام این ذخیره هایی که کرده است و با تمام پیشروی های مدافعی که کرده است، اگر همراه الله تعالی جنگد، قسم به نام الله وای مغلوب است. والله غالب علی امره. الله تعالی غالب است. بنابراین چه خیلی به نزد الله تعالی میرید و عبادت میکنید حالا که شما دشمنی اعلان کردگی هستید، جنگ اعلان کردگی هستید. بعضی ها پیشتر میگفتن که با ما پول در کار شد، از بانک قرض گیریم. سابقه سوالات جواب دادم که نه، از بانک نگیرید یا ریبا نگیرید. نوشتن که خیلی شما دهید. اگر نه شما منه آدمایی که بانکرات شدن، از بانک پول گرفتن و تمام کردن نتونستن، امروز ماما می نویسن که من خودکشی کردنی هستم. اینو به نزد همه آدمای روید که شما فتوا دادن حلال گفته، ایپتیک حلال، در دیار کفر پارا دادن حلال گفتگی های نازش رویتون. وقتی بانکرات میشتون، وقتی لذت حیات از دست میتید، برای اون که شما علاکه با ریبا که کار سر کردید و فتواهای سبوک گیرنده ها عمل کرده، اینه لذت حیات از دست میدهید، برکه پول و مال از دست میدهید، چون که با الله و رسول شما علاکه جنگیده ایستاده اید. شما به نظر فتوا دادگی ها روید که ما دستگیری که ما بانکرات شدیم، پول بانک داده نتونستیم. مثال آدم چقدر آدم خودکشی کردن، سبب همین که پولی بانک داده نتونست. بله